اخلاق روزدار. سوال و جواب در بیان اخلاق روزدار. آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم در رمضان در آداب و اخلاق و عملهایش فرق میکرد؟ بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم در این ماه رمضان کرامت و سخاوتمندیش از غیر رمضان بیشتر میشد. سخاوتمندی او در رمضان از غیر رمضان و کرامت او بیشتر میگشت، بیشتر سخاوتمندی میکرد. و آن را ابن عباس رضی الله عنه روایت کردند که رسول الله صلی الله علیه و پیامبر صلی الله علیه و از همه مردم سخاوتمندتر بودند. که نبی صلی الله علیه و اجود الناس، سخاوتمندترین مردم در ماه رمضان میشدند. و اجود ما یکون فی رمضان، و رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان سخاوتمندیش بیشتر میشد. یلقاه جبریل، و جبریل رسول الله رو ملاقات میکرد. فیدرس القرآن، و قرآن برای او درس میکرد و او درس میکرد صلی الله علیه و سلم. روایت بخاری. آیا این سخاوتمندی در این ماه مبارک تنها در طرف کمک مالی است یا که غیر این هم شود؟ البته نه تنها این سخاوتمندی در طرف کمک مالی بر فقیران مسکینان، بلکه نوعهای نیک بسیار گوناگون است. در مناسبت بنده با پروردگارش از بهترین سخاوتمندی نیکویی هاست. در مناسبت بنده نسبت دینش، نسبت پیروی از پیامبرش، نسبت نیکویی بر سپس بر مردم از نزدیکان خود شروع می نمایی. بلکه رسول الله گفتن الکلمه الطیبه صدقه، این کلمه نیک این صدقه است گفتن صلی الله علیه و سلم. و این معنای سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن که من لم یدع قول الزور، هر کسی که هر بنده‌ای که سخن دروغ را ترک نکند و العمل به و عمل کردن به آن را ترک نکند، فلیس لله حاجت، الله حاجت ندارد فی ان یدع طعام شرابه، اینکه خوردن و نوشیدن ها را ترک نماید. معنای این سخن چیست؟ و بدونه که سخن زور و دروغ است. هر سخن حرام مثل دروغ، تهمت، غیبت، سخنچینی مانند اینها، عمل زور و دروغ، کارهای حرام، از جمله ظلم کردن به مردم، خیانت، فریب و مانند اینها رو در بر میگیره که انسان در این رمضان نباید این کار انجام بدهد. و همچنین سخن گوش دادن بر حرام، سرودهای فحش، موسیقی، نشیدهای موسیقی دار، تماشای فیلم ها و دیگر کارهایی که هست، اگر اینها رو انسان ترک ننماید، الله بر نیاز این تشنگی و گرسنگی او ندارد. سوال نوبتی: آیا گناهان در رمضان زیاد 2 کرته حساب می شود؟ آیا گناهان در رمضان زیاد 2 کرته حساب می شود؟ اما گناهان 2 کرته نمی شود، ولی بزرگتر و سنگین‌تر می گردد. بزرگتر و سنگین‌تر می گردد. یا با سبب شرف رمضان، یا با سبب شرف زمان مثل رمضان، یا شرف مکان مثل مکه گناه بزرگ می شود. سوال نوبتی: بعضی از روزداران هنگام روزه در رفتارشون هیچ تغییر دیده نمی شود. سببش چیست؟ چی سبب است که بعضی از روزداران یا که بسیاری از روزداران در رفتارشون هیچ تغییر دیده نمی شود؟ اولا این باعث تأسف است که بعضی از روزداران بین روزه و روز افطار هیچ فرق از اونها دیده نمی شود، بلکه بعضی از مردم این واجبات رو تنها یک عادت کردند و بس، و بعضی از مردم این واجبات رو عادت کردند ترک نمایند و عادت کردن به سوی حرام، چه در ماه رمضان و غیره قدم بزنند. احساس میکنه که روزه و رمضان بر آنها تأثیر نبخشیده است و این رفتارهای نادرست سبب هلاکت بنده میگردد. یا که بعضی از مردم روزه میدارند، نماز میخوانند، ولیکن این روزه ها را بر خواب، بر بیهودگی، بر کارهای نادرست، ناشایسته و فیلم ها و موسیقی پیشه میکنند که از ثواب و پاداش اجر خود رو محروم میسازند. پس سوال نوبتی: چرا در رمضان فساد کم میشود؟ فسادی در رمضان بر چند سبب ها کم میشود. از جمله زیاد شدن برکت در این ماه سبب کم شدن فسادی میگردد و همچنین بسته شدن زنجیر کشاندن شیاطین و جنها. اما دلیل بر بسته شدن شیاطین و جنها در ماه رمضان چیست؟ دلیل آن قول رسول الله صلی الله علیه و سلم است که فرمود: اذا کان اول لیله من شهر رمضان، هنگامی که اولین شب از شبهای رمضان فرا میرسد،
صفدت الشیاطین و مردت الجن، که گفتن شیطان ها و جنهای سرکش بسته می شود. شیطان ها و جنهای سرکش بسته می شود. روایت ترمذی. اما سوال نواتی بعضی از مردم حتی در ماه رمضان هم گناه میکنند. بعضی از مردم حتی در ماه رمضان گناه رو ادامه میدهند و این با بسته شدن شیاطین چی سازگاری دارد، چی رابطه‌ای دارد؟ و گفته شده است که آنهایی که بسته میشن آنها از آن سرکشان هستند. از آن جنهای سرکش بسیار طغیان و سرکشان از آنها است، چون در حدیث از خواندیم مردت جنهای سرکش، نه همه شیطان جنها. و گفته شده است که بسته شدن آنها تنها نسبت به کسی است که روزه و آدابش را درست نگاه می‌دارد. روزه را احکام روزه را و آداب روزه را درست نگاه می‌دارد، خالص از برای الله روزه می‌دارد. این است که شیاطین دیگر بر اون نظیر شده نمی‌تواند. چون در قرآن شیطان وعده داد که من بندگانت را گمراه می‌سازم مگر متقی آنها را، مگر پرهیزگاران آنها را. اما حکم مردمی که تمام روزهای رمضان را در خواب می‌گذارند، بعضی آنها در جماعت نماز نمی‌گذارند، بعضی از آنها حتی عمومی هم نماز نخوانند، آیا روزهشان درست است؟ اما کسی که تمام روز در خواب می‌گذارد روزهش درست است، ولی در روزهش نقصان پیدا می‌شود، از مقصد روزه دور می شود و به اعتنایی به پروایی در نماز. این از تقوای الهی نیست، این از فسادی قلب است و این مخالف مقصد الله و رسولش است. و جای تعجبیش این است که اینها روزانه را خواب میروند و شما به شبانه بیدار هستند. تمام روز رو با صاحب روزداری گفته خواب میروند که شب بیدار هستند، بیدار میستند، نه قرآن در دست دارند نه نماز میخونند و در همون تلفن خود میشنن تا سحر با تو سحر خورده و وقت در کارهای بیهوده حتی حرام هم میگذرونند. پناه با سوی الله. اما کسی که نماز نخواند روزش برای اون نفع نمیبخشد. کسی بعد از نماز صبح خواب میکند، کسی که بعد از نماز صبح خواب میرود تا به بعد اذان مغرب هم بیدار نمیشود و سپس از آن که داداش میخیزد روزهش رو با گفت میشکرد و همه نمازها سپس در شب جمع میکند و میخواند. و این از قول پیامبر صلی الله علیه و در این مورد گفتن که من ترک الصلاه العصر فقط حبط عمل، و هر کس نماز عصر رو ترک عملش حبطه میشود. پس او دیگر چی عبادت است که عمل انسان حبطه بگردد؟ اگر نماز قبول نشود دیگر هیچ عملی او دیگر پذیرفته نمیشود. سوال نوبتی بعضی از جوانان جوان پسران و جوان دختران تمام شب و روز رمضان را با گذراندن در شبکه‌های اینترنتی در اینترنت می‌گذرانند. بعضی از مردم چون عادت کردند که این ماه رمضان ماه اینترنتی خاص، ماه افزایش کارهای ناشایسته، ماه خواب، ماه علاقه‌های نامشروع. حتی بعضی از مردم این ماه را ماه استراحت قرار می‌دهند. حتی از کار خود استراحت می‌کند 24 ساعت در خانه خواب. این حکمش چیست میگوید؟ و مثل اینها میفرماید که خوف است و ترس است از ضایع شدن ثواب این روزه کاملا. مسئله نه تنها اجر ثواب عمل است، بلکه مسئله از این هم بزرگتر است. تقوای الهی را از دست دادن است و باید ترسید که شاید این در نزد الله سبحانه و تعالی قبول و پذیرفته نشود. البته که الله سبحانه و تعالی تنها از پرهیزگاران قبول میکند. تنها از پرهیزگاران الله سبحانه و تعالی عملشون را قبول مینماید. چون میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، به درستی که بدون شک و تردید که الله از بندگان متقیش عملشون را میپذیرد. یک برحذر باشن از گناه و معصیت. و آیا گفتگوی چتی پسری بیگانه با دختر بیگانه با چونین مقصدها و غیره روزه رو ویران میکند و فاسد میسازد؟ بدوند که این گونه سخنها و این گونه چتها سبب غضب الله سبحانه و تعالی رو به پیش میآورد و این صحبتها جز آرایش شیطان چیز دیگری نیست و این دلیل ضعف بنده و غیرت او و دلیل نبودن عفت دختر است. به عفت است و گناهش در رمضان سخت‌تر می‌گردد. پس باید شخصی روزه‌دار با روزه خود را از غضب الله دور نگاه دارد و همچنین انسان خود را فریب ندهد و سبب فریفتن کسی هم نشود. یا با گفته آنها این تنها یک مناسبت از یک دوستی پاک است. این دوستی پاک، این مناسبت حیات تو را تباه میکند. این تنها سخنان شیطانی است که در زبان تو آورده است. پس آیا کسی که اگر سحری خوری کند و سپس نماز صبح را بخواند و تا نماز ظهر تا پیشین خواب برود و بعد بخیزد و نماز ظهر را بخواند سپس خواب برود و همچنین نماز عصر سپس خواب برود، آیا روزه‌اش درست است؟ روزه‌اش که درست است و در این شک و تردید نیست، اما وقت خود را ضایع میکند.
چون این رمضان وقتی بسیار شرفمند است. لازم است که چگونه که مسلمان بر روزه داشتن از خوردنی ها و نوشیدنی ها خود را باز می‌دارد، انا همان گونه از کارهای معصیت و گناه و ناشایسته خود را باز بدارد و الهی بر این بر کارهای نیک مشغول بگردد. طلب علم، خواندن قرآن و طلب رزق حلال هم تلاش نماید. پس آیا کار کردن بنده در رمضان اگر شب رو طلب نماید یا کسانی که در شب کار میکنند در روز خواب رفتن آنها جایز است؟ بله برایش جایز است، ولیکن ترس آن است که در نمازها خواب نرود، در نمازها در خواب نماند یا که در نمازها به سهلگاری قرار نگیرد. پس شاید کسی او را بیدار نکند و از این فرمان الله سبحانه و تعالی در غفلت بماند. اما کسی اگر او را بیدار نماید اشکالی ندارد که شب را کار و روز را در استراحت بگذراند. سوال نوبتی کسی که تنها در رمضان با عبادت ها اهمیت میدهد و بس، اما با مجرد به انجام یافتن رمضان از همه کار دیگر دست میکشد. پس بدونید که نماز بعد شهادتین از مهمترین رکنها و فرضه های الهی فرض عین است. هر کسی که اگر این نماز را انکار نماید کافر است و هر که نماز را از روی تنبلی، بی‌پروایی، بی اهمیتی ترک کند کافر است. اما کسی که تنها در رمضان روزه میگیرد نماز نمیخواند روزه اش پذیرفته نیست، این شخص خود را فریب داده است. با ترک نماز روزه گرفتن بر انسان منفعت نمیبخشد. اما کسی که گاهی نماز میخواند گاهی نماز نمیخواند روزه ای بنده چی میشود؟ آیا بر روزهش تأثیر میبخشد؟ به درستی که این کار عجیب است. گاهی نماز میخواند گاهی نماز نمیخواند با روزه میدارد. به درستی که این بنده حکم الله را بزرگ نشمرده است و در دل خود با پروردگار راست و صادق نیست و در پیروی از پیامبرش هم راستگو نیست. بر او لازم است که این نمازها را به نیکویی انجام بدهد و از این گناه و معصیت دوری بجوید. برای کسی که روزه میگیرد تمام رمضان را اما نماز نمیخواند حکمش چی است؟ چون یک گفته شد برای آن شخص نمازش روزهش فایده نمیبخشد. از شرطهای درست روزه این اسلام و نماز است. کسی که اسلام ندارد روزه ندارد، کسی که نماز ندارد روزه ندارد. بسیار آدمان تنها در رمضان روزه می‌دارند، در رمضان نماز خوان میشوند و بس. بر آنها چی توصیه میدهید؟ چی نصیحت میکنید؟ این بندگان الله را به تقوای الهی دعوت میکنیم که وقتهایشان را در نیکویی صرف نمایند، این عبادت عظیم الله را به جا بیارند و خود را از کفر و از شرک و از کافر شدن رهایی بخشند. چه در رمضان و چه در غیر رمضان به سوی الله رجوع کننده باشند. اگر بر این بینمازی اگر مردند، نه برای آنها نماز است و نه کفن است و نه دعا. و الله میفرماید که پروردگارت را عبادت نما و عبود ربک، پروردگارت را عبادت نما حتی یأتیک الیقین، حتی اینکه یقین مرگ بر سراغ تو بیاید. اگر شخص روزه‌دار از چیزی غضب کند و در حالت غضب دشنام دهد یا لعنت کند، آیا روزهش باطل می شود یا نه؟ روزهش که باطل نمی شود ولی ثوابش کم می گردد. بر مسلمان در این ماه مبارک لازم است که زبانش را نگاه بدارد، چگونه ای که دهانش را از خوردن و نوشیدن باز می‌دارد، زبانش را از فحشا سخن قبیح حفظ کند. در روزه این مسئله مهمتر است. باید کوشش کند روزه را کامل نگاه دارد، چنان که ابی هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کردند اذا کان یوم صوم احدکم، گفتند اگر روزه یکی از روزهای شما باشد، فلا یرفث یومئذ، آن روز دیگر جنجال نکند، سخن قبیح نگوید. فان سابه احد، اگر کسی او را دشنام داد چی جواب دهد؟ او قاتل، یا که با او جنگید، فلیقل، پس بگوید این امرؤ صائم، من روزه‌دار هستم. این را انجام بدهد، نه اینکه با او قد به قد بگیرد. آیا در گناه تنها روزانه باید پرهیز کرد، اما بعد از افطار که کردیش که سیر کردی دیگر به سوی گناه دیگر دست بزنی و چنگ بزنی؟ این خطا است و این مناسبت نادرست است در این وقتهای روزه، در این وقتهای رمضان. آیا در روزانه برای خود این کارهای زشت را، تماشای فیلم ها و سریال برای خود حرام میگردونی و در شبانه آنها را برای خود حلال قرار میدهی؟ پس تقوای تو کجاست؟ پرهیزگاری تو کجاست؟ سوال نوبتی، آیا مسابقه های رمضانی در روزه تأثیر میرساند؟ روزه‌دار باید اهمیت حفظ روزه اش را از کارهای بیهوده و مشغولیت هایی که در آنها سبب باطلشون روزه میگردد یا که سبب خوف و خطر روزه او میگردد باید نگاه بدارد و وقتش را تلاش نماید در طاعت عبادت ها صرف نماید، بلکه ترس از اون است که با سبب این مسابقه های ورزشی روزه‌اش باطل بگردد.
و کسی که روزهای رمضان را با خواب‌آلودی یا که با تنبلی میگذرانه و میگوید که از گرسنگی و تشنگی سخت نمیتوانم قرآن بخوانم، نمیتوانم نماز بخوانم، نمیتوانم کار خیر انجام بدهم، اما اگر این کار را انجام داد، صبر در دشواری ها سبب زیاد شدن اجر و پاداش ها میگردد. و این موافق گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم از عایشه رضی الله عنها روایت است که فرمودند ان لک من الاجر علی قدر، برای تو از ثواب به قدر رنج و مشقتت هست. گفتند هر قدری که رنج و مشقت بیشتر شد همان قدر ثواب پاداش بالاتر شدن میگیرد. پس برای او در روزهای گرمی جایز است که در این شبها در سحرخوری کردن آب را بیشتر بنوشد در وقت اجازه داده شده، یا که در جای خنک بنشیند، یا که آوازی نماید. سلامتی کارمنده که روز دراز بیشتری وقتی خود در شرکت میگذراند، روزش ویران میشود؟ روزش درست است، زیرا ترک کار یا که انجام کار با روزه رابطه ندارد. اما کسی که کاری را که به عهده گرفته است برایش واجب میگردد که آن را به انجام برساند، زیرا وی از این کار معاش میگیرد و باید آن کار را با طور اجرا نماید که از ذمه‌اش آن را دور بسازد. چنان که معاش پورا طلب میکند، معاش پورا میخواد، باید کار را پورا انجام بدهد. و کسی که تمام روز را خواب میرود و تنها پیش از نماز خفتن بیدار میشود، حکم روزه آن چیست؟ علما گفتند که کسی که تمام روز را خواب برود نماز نگذارد، روزه وی هم صحیح نمیگردد. و برخی گفتند که اگر قسمتی از نماز را بگذارد، قسمتش را ترک نماید، گفتند روزهش صحیح میگردد. اما قول صحیح ترک نماز این کفر است و روزه انسان ثوابش باطل می شود. و برای این شخص واجب است که در پیش خود هنگام خواب می رود منبه و دلنگ را ماند، یا کسی را آگاهی نماید تا که او را بیدار نمایند در ساعتهای نماز تا نماز خود را ادا نماید، چون بعد شهادتین از بزرگترین امرهای الهی این نماز است. و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.